5 روز 5 تا راست. با پول بانک میتونی خودت از تورم نجات بدی. چطوری؟ به این صورت که زمانی که پول ارزشمند وام میگیری و وقتی که جلوتر میریم و پول بی ارزش میشه، اون پول به بانک برمیگرده. یه مثال ساده اگه بخوام بزنم، اگر تابستون سال پیش 300 میلیون تومان وام گرفتی، با اون پول میتونی 300 گرم طلا بخری. الان توی تابستون امسال 100 گرم طلا معادل 7 میلیون تومان. یعنی چیزی هولوش 700 میلیون تومان. الان که میشه گفتش ارزش پول کمتر شده، تو قراره که اون پول برگرد. خیلی از افراد این کار استفاده میکنن، ولی خب چند تا نکته داره که باید حتما اینا رو رعایت کنید. در درجه اول اینکه با تورم که وقتی ارزش پول کم میشه، حقوق شما هم به همون میزان زیاد بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر شما اول سال 10 میلیون حقوق میگرفتی و نزدیکای اسفند که آخر ساله افزایش حقوق رو داشته باشید، نه اینکه حقوقتون ثابت باشه. اگر حقوقتون ثابت باشه، این میشه گفتش واقعا به درتون نمیخوره. نه تنها وام گرفتن از بانک به درتون نمیخوره، بلکه یک فشاری مضاعف و فشار تورم به شما وارد میشه. چون که هم ارزش پولی که دست شماست افتاده و همین که باید به بیشتر بگیرید. یه نکته دیگه که یادم رفت اضافه کنم، فقط در رابطه با گرفتن وام نیست، در رابطه با خریدن اقساطی هم هست. منتها یه نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه کنید اینه که تورم سالانه‌ای که توی ایران این چند سال اخیر میشه گفت حداقل تجربهشو داشتیم 30 تا 50%. یعنی اگر شما چیزی رو میخواید قسطی تهیه کنید یا وام بگیرید، نرخ بهره‌اش باید کمتر از 30% باشه. چیزی که من خودم پیشنهاد میکنم اینه که سعی کنید که حدود کمتر از 12 یا حد اکثر 12% باشه، چون اگه واقعا بیشتر از اون باشه نمیصرفه.